Hallo zusammen, Harry hier und diesmal möchte ich euch kein Deutsch unterrichten, sondern erzähle ich euch einige praktische Übungen, die euch beim Deutschlernen helfen können. Also, los geht's! احتمالاً اگر تازه یادگیری زبان رو شروع کردین با این جمله یا با این تیپ روبرو شدین که شما باید به آلمانی فکر بکنید و خب این سوال تو ذهن آدم ایجاد میشه که من که تازه دارم زبان رو یاد میگیرم چجوری میتونم به آلمانی فکر کنم وقتی هنوز ساده ترین الفباشو بلد نیستم. امروز اول براتون توضیح میدم که چرا اصلا ما باید به آلمانی یا هر زبان دیگه ای که داریم یادش میگیریم بتونیم فکر بکنیم و بعد براتون چند تا روش و راهکار خوب و کاربردی میگم که میتونین تمرینش بکنین تا خیلی راحت بتونین ذهنتون رو آماده بکنین برای اینکه به اون زبانی که دارین یاد میگیرین فکر بکنین. وقتی که شما هنوز نتونستین که به اون زبانی که دارین یاد میگیرین فکر بکنین به این معنیه که توی ذهنتون وقتی که میخواین صحبت بکنین اول به زبان مادریتون به یک چیزی فکر میکنین و بعد میان اون رو ترجمه میکنین به زبانی که در حال یادگیریش هستین و بعد اون جمله‌ای که میخواین بگین رو بگین. ولی این چند تا معایب داره. اولین مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که وقتی شما توی ذهنتون همزمان به 2 تا زبان دارین فکر میکنی تمرکزتون دوپاره میشه و این دوپاره شدن تمرکز باعث میشه که زمان زیادی صرف این بشه که شما بخواین توی ذهنتون ترجمه بکنین و بعد ترجمه هایی که کردین رو بگین، دوباره جمله بعدی دوباره زمان میگیره ازتون و این باعث میشه که شما نتونین خیلی راحت و روون صحبت بکنین. مسئله بعدی اینه که توی زبان آلمانی کلمات، جملات و عبارات خیلی متفاوت با زبان‌های دیگه و به خصوص زبان فارسی هستن و وقتی که شما ترجمه میکنین این باعث میشه که خیلی دیرتر زبانی که دارین یاد میگیرین، حالا اینجا به خصوص زبان آلمانی، تبدیل به یک زبان شهودی و غریزی بشه براتون تا بتونین خیلی راحت و غریزی و روون صحبت کنین و ازش استفاده بکنین. و مسئله بعدی که به وجود میاد اینه که به همون دلیلی که گفتم اینکه جملات، ساختار و ساختار گرامری خیلی متفاوته، مخصوصاً با زبان فارسی احتمال خطا به شدت میره بالا. من به وضوح توی زبان آموزای خودم میبینم کسایی که توی ذهنشون اول به فارسی فکر میکنن و بعد میان مستقیما اون چیزی که به فارسی آماده کردن رو به آلمانی ترجمه میکنن خیلی بیشتر اشتباه صحبت میکنن تا کسایی که سعی میکنن از همون چیزهایی که توی زبان آلمانی یاد گرفتن استفاده بکنن. دلیلش هم این هستش که گرامر زبان آلمانی خیلی متفاوته با زبان فارسی. مثلا جایی که شما توی زبان آلمانی الزام دارین که از یک کنکتوری استفاده بکنین، توی زبان فارسی لزومی براش وجود نداره و خیلی وقتا ما کنکتورها رو حذف میکنیم و اصلا استفاده نمیکنیم. یا مثلا شما ممکنه یک کلمه رو توی فارسی بهش فکر بکنید که ما اون ورد کمبیناسیون رو داریم توی زبان آلمانی و ترکیب کلمه مرکب رو توی آلمانی داریم، ولی شما از اون کلمه مستقیما استفاده نمی‌کنید چون که دارین ترجمه تحت لفظی می‌کنید و بعد یه چیز عجیب غریبی در میاد توی ترجمه که کاملا اشتباهه. خب به خاطر تمام این دلایلی که گفتم پس خیلی مهمه که ما یاد بگیریم بتونیم فکرمون رو آلمانی بکنیم و به آلمانی فکر کنیم مستقیما به اون چیزی که میخوایم بگیم و سعی کنیم خود جملات آلمانی رو استفاده بکنیم. ولی چه راهکارهایی وجود داره و آیا اصلا شدنیه که من با سطح A1 یا A1 بخوام افکارم رو آلمانی بکنم؟ جواب اینه که بله. تمرین هایی که وجود داره تمرین هایی هستش که مربوط به سطح نیست. شما با هر سطحی که دارین با پایین ترین و ساده ترین سطح هم میتونید این تمرین ها رو انجام بدین و اتفاقا سرعت یادگیریتون رو ببرین بالا. پس اگر که زبان آموز سطح A1 هستین حتما خیلی بیشتر جدی بگیرین این تمرینات رو. اولین راه اینه که آلمانی رو برای افکار و کارهای روزمره به کار ببرید.
مثلا ما توی طول روز خیلی پیش میاد که خودمون به خودمون گوشزد میکنیم که یه سری کارا رو باید انجام بدیم، مثل اینکه من الان باید برم خرید، یا الان باید ایمیلامو بنویسم، یا وقتشه که تکالیفمو انجام بدم. تمام این فکرها رو میتونین مستقیما به آلمانی توی ذهنتون داشته باشین. Ich muss jetzt einkaufen gehen oder jetzt muss ich meine E-Mails schreiben. Ich mache gerade meine Hausaufgaben und so weiter. میتونین این قانون رو برای خودتون بذارین که روزانه حداقل 10 تا جمله آلمانی با خودتون مرور بکنید و توی روزمره کارهایی که میخواین انجام بدین رو به آلمانی به خودتون بگید. راه حل بعدی اینه که وقتی دارین کلمه یا فعل جدیدی یاد میگیرین، سریع و بلافاصله ترجمه اون کلمه رو به زبان مادریتون یاد نگیرین. مثلا نگین در اپفل میشه سیب. سعی کنین به جای گفتن کلمه سیب شکل و تصویر اون کلمه رو توی ذهنتون بیارین. اگر فعل باشه میتونین اون عملی که داره با این فعل اتفاق میفته رو توی ذهنتون مجسم بکنید. zum Beispiel schreiben. وقتی من به فعل schreiben فکر میکنم یه قلم میاد توی دستم و یه کاغذ و شروع میکنم به نوشتن و اون میشه فعل schreiben. یا اگر دارم به اپفل فکر میکنم سعی میکنم تصویر اپفل و یک سیب رو توی ذهنم مجسم بکنم و این کلمه رو با تصویرش توی ذهنم ثبت بکنم. شاید صحبت با خود و حرف زدن با خود آدم برای کسایی که مثل من با خودشون حرف نمیزنن یه ذره عجیب باشه، ولی یه تمرین خیلی خوبه. به خاطر اینکه وقتی که تنها هستیم هیچ فشاری روی ما وجود نداره، هیچ کسی نیست که بخواد تاثیرمون بکنه یا من بخوام نگران این باشم که نکنه اشتباه صحبت بکنم، نکنه کسی تمسخرم بکنه به خاطر لهجه‌ام، اشتباهاتی که دارم یا هر چیزی. میتونم خیلی راحت تر صحبت بکنم. پس سعی کنین این محیط رو برای خودتون فراهم بکنین که حالا یا توی خونه یا هر جایی که میتونین یک تایمی رو تنها داشته باشین و سعی کنین توی اون تایمی که تنها هستین با خودتون به آلمانی با خودتون صحبت کنین. میتونین چیزهایی که دارین میبینین یا کاری که دارین انجام میدین رو به آلمانی توصیف بکنین. مثلا ich lese jetzt ein Buch. بعد کم کم سعی کنین گسترده ترش بکنین و بستش بدین. Ich lese ein Buch, weil es mir hilft, meine Zeit auf einer nützlichen Art und Weise zu verbringen. اگر هر روز این کارو بکنین خودتون متوجه میشین که چقدر صحبت کردنتون روونتر و راحت تر میشه. یه راهکار دیگه داشتن دفتر روزانه آلمانیه. این تمرین نوشتن باعث میشه که بتونی افکارتو سازماندهی بکنی. جدا از اینکه خود نوشتن یه راهکار خیلی خوب برای پرورش مهارت صحبت کردن هم هست. سعی بکن روزانه از افکارت، روزی که گذشت یا برنامه‌هایی که قرار داشته باشی به آلمانی بنویسی. مثلا Heute hatte ich einen angenehmen Tag, weil ich mit meinen Freunden auf der Reise war. Oder morgen habe ich ein sehr wichtiges Gespräch in einer Firma und ich freue mich darauf. مهم اینه که حتما جملاتی که قراره بنویسی رو به آلمانی مستقیما فرمول بندی بکنی و سعی نکنی که فارسی فکر کنی و بعد ترجمهشون بکنی. میتونی تصور بکنی که یه دوست خیلی خوب آلمانی داری و میخوای که روزتو براش تعریف بکنی. ذهن ما همیشه به ورودی اطلاعات احتیاج داره برای اینکه یک چیزی درونی بشه در ما. و توی مبحثی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، مبحث یادگیری زبان، ما میتونیم از انواع مدیوم ها استفاده بکنیم برای اینکه این ورودی رو داشته باشیم. ولی یک چیزی که ممکنه جلوی درونی شدن زبان در ما رو بگیره، تمرکز زیاد روی فهمیدن کلمه به کلمه یه چیزیه که داریم میشنویم.
در نتیجه ما وقتی که یک سریال نگاه میکنیم یا پادکستی گوش میدیم، یه وقتی داریم ویدیویی نگاه میکنیم، نباید سعی بکنیم که کلمه به کلمه یه چیزی که داریم میشنوین رو متوجه بشین و اصلا نیازی نداریم به همچین چیزی. تنها چیزی که مهمه اینه که اجازه بدین که صوت اون زبان براتون آشنا بشه و لهجه رو بتونین متوجه بشین. ساختار گرامری مطمئن باشین که توی ذهنتون تثبیت میشه و صرفاً فیلم ببینین، پادکست گوش بدین، ویدیو ببینین بدون اینکه سعی بکنین متوجه مفهوم و محتوای کلمه به کلمه اون ویدیو بشین. یه راه دیگه اینه که روزانه وایس‌های کوچیک کوچیک ضبط بکنین و اینها رو داشته باشین. مثلا Heute war ich bei meiner ganzen Familie. Wir hatten viel Spaß. Ich habe nach langer Zeit meinen Onkel getroffen und er hat ein bisschen zugenommen, aber war wie immer sehr nett. وقتی که این کار رو بکنین، غیر از این که این تمرین کمکتون میکنه که بتونین راجع به یه اتفاقی که تو زندگیتون افتاده به آلمانی صحبت بکنین، یه خوبی دیگه و یه فایده دیگه ای که داره اینه که شما میتونین بعد از یه مدتی وایسایی که ضبط کردین رو گوش بدین و هم توی این و با این کار هم میتونین متوجه بشین که چه چیزهایی رو احتمالاً اشتباه گفتین و الان میتونین توی ذهنتون اینا رو تصحیح بکنین. هم میتونین متوجه بشین که چقدر روون صحبت میکنین، لهجه‌تون چقدر پیشرفت داشته. یه راه خیلی خوبه برای اینکه پیشرفتتون رو بتونین بسنجین. نکته مهم بعدی اینه که سعی کنین تک کلمه یاد نگیرین و به جاش عبارات، اصطلاحات و جمله‌های آلمانی رو یاد بگیرین. اونها رو به عنوان تیکه‌های پازلی در نظر بگیرین که کنار هم میچینینشون تا شکل کلی پازل ساخته بشه. عباراتی مثل Wie geht's dir? Oder Was macht Sinn? Oder Wow, ich freue mich sehr darauf. Oder Okay, ich werde darüber denken. یه همچین جمله هایی. این باعث میشه که شما هر بار که میخواین صحبت بکنین و یک چیزی رو میخواین بگین، سعی نکنین از اول دوباره کلمات رو کنار هم دیگه بچینین تا به اون چیزی که حرفی که میخواین بزنین و منظوری که میخواین برسین. خود جمله ها و عبارات اینجوری راحت تر توی ذهنتون ثبت میشن و موقع استفاده هم میتونین سریع و روون ازشون استفاده بکنین. یکی دیگه از راه‌های خیلی خیلی مفید و خیلی مهم که راه خیلی معروفی هم هست توی همه زبان‌ها هم کاربرد داره، البته تمام راهکارهایی که گفتم برای یادگیری هر زبانی مفید و خوبه، تکنیک شادوینگ هست برای صحبت کردن. کاری که باید بکنین اینه که یک ویدیو یا فیلم یا سریال رو پلی میکنین و با قصد آموزش این کار رو میکنین و سعی میکنین یک سری جمله هایی که میشنوین و به نظرتون کاربردی میاد رو پاوز میکنین، پلی میکنین دوباره اون جمله رو یک بار همزمان باهاش تکرار میکنین و بعد دفعه بعدی دیگه ویدیو رو پلی نمیکنین و خودتون اون جمله رو میگین. این باعث میشه که شما بتونین با اون لحن طبیعی که این زبان استفاده میشه بتونین لحن طبیعی رو استفاده بکنین و داشته باشین. من خودم ترجیحم فیلم و سریال نیست، به خاطر اینکه حس میکنم همچنان توی فیلم و سریال هم اونقدری که باید طبیعی نیست لحنها و سعی میکنم که این تکنیک رو روی مصاحبه هایی که میشنوم از مردمی که توی خیابون باشون مصاحبه میشه، این تکنیک رو من با اونها انجام میدم و مطمئن باشین که خیلی تکنیک خوب و کاربردیه. اوکی، این هم یک قطعه دیگه پازل بود که درسته که آموزش زبان آلمانی نیست، ولی اگر این تکنیک ها و این راهکارها رو حتی یکی یا دو تاش رو به طور مداوم انجام بدین، مطمئن باشین که نتیجهش رو میگیرین. اگر که انجام دادین و نتیجهش رو دیدین، لطفاً برام توی کامنت بنویسین تا منم ببینم و ذوق بکنم. و اگر حتی تکنیک دیگه ای هم بلد بودین، خوشحال میشم بنویسین تا بقیه هم ببینن و ازش استفاده بکنن.
ویدیو بعدی حتما ویدیو آموزشی خواهد بود، پس لطفا صفحه رو سابسکرایب بکنین تا ویدیو بعدی رو از دست ندین. تا قطعه پازل بعدی، مخص بود.